شما آنچه که ما گفته ایستیم فهمیده ایستیم مقصد چی است. پس چی فکر دارید؟ حالا هم ظلم کردن، حالا هم کیلر فرستادن، حالا هم این کارهایی که شما انجام داده ایستید، اینها کارهایی هستند که حکومت شما را ادامه میتید. یا که محمد اقبال کشته شد یا یک مبارز کشته شد، این سبب می شود که حکومت شما ادامه پیدا کند، یا این سبب می شود که شما دیگر حکومتتون یعنی که ابدیت شود. همین خیلی است. اگر محمد اقبال مبارزه را بس کرد، حکومت شما ابدی می شود، این ملت دیگر خواب میکند. شما همین فکر کرده؟ یا که این ملت دیگر بیدار شد، جنایت‌های شما را فهمید، دیگر کشتن محمد اقبال، کشتن مبارزه برای شما را هیچ معنی ندارد. شما باید تغییر بدید خودتون. تغییر دادن خودتون با چند راه امکان و امکان پذیر است که این کار انجام بدید. با زندان کردن و بازداشت کردن و بدرقه کردن، دلای جنایتی کشودن و در داخل اینترپول دادن و 25,000 دلار دادن نفر را در اینترپول داخل کردن، قطعی شما نمیتونید که کاری انجام بدید. شما نمیتونید حکومت خودتون را پیش برید. شما نمیتونید حکومتتون سوارکا کنیشکلی که رحمان میگه حکومت سوارکا کدگیم، حکومت سوارکا کردن نمیتونه دیگه. وقت گذشت برفت، اون وقت به اتمام رسید. و همون خاطر خدا کند که این ملت بفهمد و درک کند که چی مصیبت های را آیله رحمان بر بالای این ملت آورده است. و این ملت اگر هر چی صبر کند، اگر هر چی طاقت کند، دیگر نمیتواند روزی نیکی را داشته باشد. با بودن رحمانوف، با بودن این نظام فاسد، روزی نیکی ما و شما را ملت تاجیک انتظار نیست. شما انتظار خیر خوبی از رحمانوف نداشته باشید. والله قسم، بالله قسم، تالله قسم، سه قسم حانیسی است که جان من در دستان بلا کیف الله